چیلوش مرد نمیپرسد چخیل اومدنش هم از پروردگار است روحش شاد بود دنیای آخرتش آباد باشد و یک بزرگ گفته است که هر که از مادر تولید یافت رزق موت شد هر که را از هر که پرسیدیم گفتند فوت شد حالی که در تکوپوی زندگی هستیم و از پای رزق روزی هستیم و نمیدونم کدام یک کارهایی که برای من زندگی پیش میبریم و قدر یکدیگر کمتر میرسیم شاید اکبرعلی در دل گفتنی های زیادی داشت اکبرعلی همه هست برای ما داد لیکن ما نتونستیم اکبرعلی گوش کردن هم خیلی شرایط شاید نیستیم ولی از مکتب اکبرعلی باید همه ما و شما و فکر میکنم ژورنالیستیک توجیه سبق گیرد این دوستی رفیقی همدلی یهوده امروز هم از نقش اکبرعلی سر نکردیم اکبرعلی در تحکیم دوستی برادری رفیقی دستگیری سوی ژورنالیستیک بسیار صمیمیت پس خدمت کردگی است این مکتب من فکر میکنم که ما باید که دوام کنیم شاگردای اکبرعلی باید دوام کنیم که بنام اکبرعلی این مکتب میگویند که کتیبه سنگ مزار میرزا عبدالقادر بیدل دو مصرع شعری بسیار مشهوری ایشان نوشته شده است. بعد مردن شعله آواز ما خاموش نیست بعد مردن شعله آواز ما خاموش نیست خیزد از تاری رگی سنگ مزار آهنگ من حق به جانب میرزا بیدل است حالا که خاطره ها گفته ها بالای این نوارهایی که ما و شما تماشا کردیم براستی به خاطر من بازم او فرموده بزرگان به یادم آمد که بعد از وفات تربت من در زمین مجوی بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی در سینه های مردمی عارف مزار ما در سینه های همه شما همکاران شاگردان اکبری ستار نمرده است طغرل احرار میگوید که گردش فلک اکنون گر مرا دهد فرصت گردش فلک اکنون گر مرا دهد فرصت نسخه ها همی سازم بیم از اجل دارم ببینید که بارها سالها شاید بیش از 15 سال زیاد شد همین روزا در تاجیکستان تعلیم میگیرن اما این تجمع ژورنالیستان نبود این خود گواه آن است که همه ما را روح اکبر در اینجا جمع آورده است من مثل اکثریت شما اکبر را از نزدیک میشناختم شاید کمی بیشتر از شما هست فاجعه اکبر فاجعه همین ژورنالیست که توجیه بود نفری که 100% نه 1000% خودش را به کسبش بخشید نتوانست که خودش را به زندگی روزمره مثل ما و شما عائله‌ای و یا اینکه خانوادگی و تباری و خویش و تبارچگی بخشیده بتواند یعنی که اکبر قربانی کسبیت ما شد من فکر میکنم تمام دنیا تمام کسبایی که در دنیا هستند یک لیوا یک پیشوا یک پرچم دارند درست است که ما افتخار میکنیم یولیوس فوچک در زندان گیتلری مرد و امروز روزی همدلی و همراهی قلمکشان و ژورنالیستان با اون کس هست اکثریت کسب‌ها لیوا و پیشوا دارند مثلا با فکر من اکبر این
لیوای ژورنالیستیک توجیک و انمون ارانگیزنده محبت میانی همه ما باید بوده باشد. من همچون یک نفری که از سوی ریاست و ریاست همین کارهایی که مربوط به اکبر است برگزیده شدن، پیشنهاد میکردیم که برای چی مثلا ما روز 28 آگوست رو، روز فوت اکبر رو همچون روزی همدلی ژورنالیستیک توجیک جشن نگیریم یا استقبال نکنیم. برای چی ما جایزه ویژه با نام اکبر ستار نداشته باشیم و بگذار هر سال یک بار و یک ژورنالیست توجیک آن تقدیم بگردد. همراهی ژورنالیستان ما باید پاس خاطر اکبر رو انجام دهیم. مقصد ما این بود که آرمان‌های اکبر پیاده نشده ماندن، نیت‌هایی که او داشت از جانب ما و شما انجام داده شد. اکبر در حقیقت تمثال همراهی بود و میتوانست که دیگران رو معتقد سازد برای ضرورت این همراهی، ضرورت پیش بردن آزادی بیان در تاجیکستان و با اکبر اعتماد کردن ممکن بود. یعنی اکبر شخصی با اعتماد بود و با وی درد دل، راز دل رو نه فقط همچون یک شخص بلکه همچون یک کس با او گفتن امکان داشت و همیشه با مصلحت و با دستگیری خودش همون نیتی که شما با او میگفتید به انجام میرسوند، عملی میکرد و وقتی که امروز ما در این تالار باز خاطر اکبر رو میکنیم، من از همه شما، از یکایک شما احتراماً خواهش میکنم که البته سخنهای نیک گفتن درباره اکبر جایز است و همه ما درد دل داریم و هر یکی ما میتونیم خاطرهای خود را درباره اکبر بگوییم، لیکن بسیار خوب میشد که در این روز ما خودمون و دیگران را دعوت کنیم که دعوت به همراهی واقعی کنیم، با همدیگر اعتماد داشته باشیم.